یه اسکناس در بیاری، یه اسکناس 10,000 تومانی، 100,000 تومانی، 200,000 تومانی، 50,000 تومانی، یه اسکناس در بیار جلو دستت باشه ببینم. این کارو که میگم انجام بده. یه جمله میخوام بگم توی اسکناست بنویس. بذار کیف پولت کاری بهش نداشته باش. چه باور داری چه باور نداری. ببین معجزه رو تو زندگیت میبینی یا نه. تو اسکناست بنویس من آهنربای جذب پول هستم. کدشم 3396. تاش کن. بذار تو کیف پولت. بهت قول میدم 3 هفته دیگه میای میگه استاد معجزه تو زندگی من اتفاق افتاد. کیا نوشتن؟ با نوشتن و تا کردن و تو کیف گذاشتن اتفاقی نمیفته. اگر قرار بودش که با چنین چیزی شما پولدار بشی، من 3 تا الان کیف پول داشتم توشم نوشته بودم. پول درآوردن نیاز به برنامه‌ریزی داره. پول درآوردن نیاز به تلاش داره. شما باید تلاش بکنید سیستم مالی برای خودت بچینید. که شما اومدی یه سیستم مالی برای خودتون چیدید. علاوه بر هر بیزنس و درآمدی که داری، درآمد دلاریت هم از اینجا استارت می‌خوره. این میشه سیستم مالی. اینه پول درآوردن. پول درآوردن جربوزه میخواد، ارزه میخواد، تلاش باید بکنی، زحمت باید بکشی و تصمیمات درست بگیری. اون موقع مطمئن باشی پول در بیاری.